یه صبح آفتابی، یه پارک باریک توی دل گلزار و قدم‌هایی که از همون لحظه اول تو رو با خودش میبره به دنیایی که با هر قاب یه راز داره. این ویدیو یه پیاده روی ساده نیست، یه کشف تازه است. بمون، چون صحنه‌هایی تو راهه که نمیخوای از دستشون بدی. تقریباً حوالی ساعت 10 صبح بود که وارد پارک گیلانه شدم. یه روز آفتابی و هوایی که بوی خورشید داشت. پارک گیلانه تو دل گلزار، یه پارک کشیده و باریک که موازی بلوار گیلان کشیده شده. یه مسیر برای دوچرخه سوارا، یه مسیر برای پیاده روی و کلی صحنه دیدنی برای دلربایی. از اونجایی که گلزار قلب خوشتیپ‌ها و خوش‌شطرهای شهر رشت به حساب میاد، تو این پارک آدم‌ها یه جور خاصی راه میرن. لباساشون یه جور خاص میدرخشه. عطرهایی که از کنارشون رد میشی نمیذاره فراموششون کنی. و زنها زیباییشون مثل نور آفتاب روی برگ‌های درخته. درخشان، نرم، فریبنده. قدم‌هام رو آروم شروع کردم. صدای برگا زیر پام و چشمام که دنبال تصویرهایی بود که چشم دزد باشن. همون اول 2 دختر خانوم وارد قاب من شدن. یکیشون با یه تیشرت مشکی و لگ جذب مشکی، موهاش رو بالای سرش بسته بود، مدل گوجه‌ای، و یه بادی بگ افتاده بود پشتش. اون یکی با یه تیشرت سبز آزاد و لگ مشکی جذب، یه کوله چرمی پشتش. موهای مجعدش رو ول کرده بود توی باد. اون 2 نفر مثل صحنه ای از یه فیلم تینیجری بودن. اما واقعا اینجا توی رشت جلوی دوربین من راه میرفتم. قدم زنان به مسیرم ادامه دادم و توی اون مسیر چقدر آدم رد شد. زنها، مردها، نوجوانها، زوجها، حتی چند نفر با سگ‌هاشون. بعضیا بدمینتون بازی میکردن، بعضیا پینگ پونگ و بقیه فقط قدم میزدن در دل یه روز آفتابی. تو پارکی که خورشید بدن همه رو نوازش میداد. و من تنها نبودم. بین این همه تصویر، بین این همه عطر، بین این همه زیبایی که بی‌وقفه رد می شدن از جلوی دوربینم،
و در آخر به انتهای پارک رسیدم. اونجا دیگه از گرمای ظهر خبری از بچه ها نبود. همه رفته بودن. اما اون سکوت آخر یه جوری دلچسب بود. یه پایان نرم برای یه قدم زدن دلبرانه. ویدیوهای من همینجا تموم میشه. اما حسش تا مدت‌ها زیر پوستت میمونه. تو فقط نگاه کن. همین.